من همین پاکستان با رفتم دیدم همین جای فقط میبرم میگفتم ده فقط میبرم اینجا خیلی جای گفته فقط من میکردم. ایران برفتیم. ایران با 2 هفته شیشتیم. همینجا به سانی ایران با یک تا بچه قبول میکند ده. نما سپیتامین بود. سپیتامین یک تا بچه قبول میکند. سانی همینجا به 2 هفته شیشتیم. بعد نما با ایران با 2 هفته شیشتیم. بعد پاکستان برفتیم سانی. سان پاکستان برفتیم. امی پاکستان با 11 برفتیم ده چی 2011 خبدو مای بر رسیدیم ده. حاج عبدالله گفته که بچه ما قبول کرد میکنه. سان اینجا به زندگی کردیم سانی. شوهرم بعد من 2 هفته آمد شوهرم. همینجا به تولد شد. من 2 تا دخترم پاکستان جنگ میشه. بمبار بمون میشه هم آخه جد گفتگی مشهد سمجدش امین آمده هم جای بمبار کرد فقط جانمای گرفته هر جای بود گرفته نکردیم. الحمدلله باید زنده ماندیم. افغانستان برفتیم ده. افغانستان ده سانی اینجا ده اینجا به 1.5 سال زندگی کردیم. سانی شوهرم قبیده گرفت امریکا شب بود. شب ها رفته بودیم که آمد امریکا سو نمکت آمد آقانا نمش پولیسش نمش کت آمد. سانی تسلیم شده بروی تون همه تون نمکنی تون گفت تسلیم شده تون گفته آمد میبرم گفته می شوهرم به میگفته. سانی اینجا ده وطن ده 2 تا دخترم مانده بود اینجا ده. فقط میبرم 2 تا دخترم ماند گفته بخواه گیره میکردم ده. شوهرم سانی شوهرم محلش اکو میفرسانم توی گفت اینجا ده دکتر سعید گفته یک ده قماندانش بود دکتر سعید تو سانی حاج عبدالله گفته که بچه امینو نمونده امین زن که فقط بخواه گیره میکنه تو اینو به بار نکنید اینو فقط خیلی گیره میکنه. سانی خودش آموخته میشد اینجا با گفته. سانی شوهرم هم امینای گپش با مکرد نمیدونم. سانی موندم همینجا با موندیم. سانی هم خیلی چقدر عذابه دیدیم. شوهرم فقط خانه ده بود و همین استاگی میکرد. همین ویران شده خانه درست میکنه تو همین خیلی کار میکنه. تلفن کردم که کار کراسته بود است. دادم تلفنش. سانی دادم بگفته که دادم من هم همین شوهرم قابید شوهرم است. سانی من گفتم که انا شوهرم اکون دستگیر شد گفتم من میبرم گفتم دیگه اینجا با نمیشینم گفتم ده من میبرم گفتم. سانی اینو گفت که اگر شوهرت محمد ما کند گفت ما یوویم شوهرت گفت اگر ما باشد گفت سانی ما میکنیم گفتم رای میکنیم گفت. سانی جیم بود خیلی تمام 3 سال 2 سال شوهرم گم بود گجاده زنده می یا نمام معلوم نبود. سانی همینجا با گشتیم سان تلفن کردم خانه با دادم با تلفن کنم اگر دادم گفت که شوهرت اینجا با آمدگی تو کجا با گشتاسی گفته. سانی من اینا با امی عریضه نوشتم که من میبرم من شوهرم امی نما با دست گفته نما با امی آدم خواهی ابو بکر گفتگی یک تا بچه محمد نگاه میکنه امی بیش و خوابه نگاه میکنه امی با خط امی عریضه نوشتم که من میبرم. سانی مایلش گفت ما نکنیم گفت مشورت کنیم گفت سانی نکنیم یا سانی این بایم 6 ماه گذشته همین پگمیری